به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز تحلیل نمودیم که واقعا هم یک تحلیل است قبل از آن که بعضی افرادی از مقامات وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی این ماه باید به مقام‌های گوناگون تعیین می شوند. و عنوان برنامه امروزی ما چنین است: شاهرخ کجا می رود؟ به جای SS یتیموف کی می آید؟ دوسیه امام علی رحمانوف را کی به مسکو رسانیده است؟ در پی تغییرات کادری در سال گذشته چند از منصبداران با سابقه از منصبها برکنار شدند. این تغییرات کادری بعد بار دیگر به مقام پرزیدنتی خود را انتخاب و تعیین کردن امام علی رحمانوف به وقوع پیوست. منابع آگاه در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با ارسال یک مکتوب سر به مهر از ادامه این تغییرات کادری بعضی از جزئیات را برایمان افشا کردند. امکان دارد این تغییرات ها یا دفعتاً پس از پیام رحمانوف و مجلس عالی که قرار است 26 ینور صورت بگیرد به عمل آید. طبق معلومات دریافتی، رحمانزاده سهراب کرامت الله گنرال مایور اگرچه در چندین شعبه و بخش‌های وزارت کارهای داخلی کار کرده است، بیشتر او را در مقام‌های سرداری شعبه وزارت کارهای داخلی در خط فرودگاه شهر دوشنبه، ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در نقلیات، سردار خدمات شناسنامه‌ای و به قیدگیری وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان می‌شناسند، چون بیدادگری‌های در این سه بیشتر داشته است. پدرش کرامت الله از شناسهای نزدیک امام علی رحمانوف و خودش بچه خواندش بوده است. باور کنید این رحمانوف چند بچه خواند دارد نمیدونیم. از راهبری ریاست کادرهای وزارت کارهای داخلی به راهبری بازرسی دولتی اتومبیلی یعنی گئی در کرسی گنرال مایور میلیتسا نسیم زاده اکبر غیاس تعیین می شده است. یعنی باید این شخص بچه خواند رحمانوف به گئی می رفته است تا اینکه دزدی و غارتش را بیشتر کند. رمضان زاده سهراب 1 اپریل 42 ساله می شود. بینندگان گرامی، در 18 سال طبق سامانه وزارت کارهای داخلی از رتبه لیتنانتی به گنرال مایور رسیده است که اصلا امکان ناپذیر است از این جهش کیهانی جز در تاجیکستان و نزدیکان رحمانوف در حق ارمیت تهمت کرده گپ میزنه که فقط بچهای دهقان خدمت میکنه. اما نه، بچه کلان شونده هم کار میکنه. نماینده بچهای سفیر سفارت کار میکنه. چی بچه سفارت گپ دن؟ گپ دن همه فهمد که دیگر هر خیلی گمانهای بد نکنه. گنرال سهراب مبتلای چندین بیماری های خوفناکی گذرنده هم بوده است. بینندگان گرامی، برای آزمایش به مسکو می رفته است تا در تاجیکستان کسی از آن بیماریش آگاه نگردد. باز به کلینیکه های خصوصی در مسکو این کار را انجام می داده است تا سر بیماری خوفناکش مبادا افشا نگردد. این بیماری حتی به همسرش هم سرایت کرده بوده است. خوب دیگر به همه باید معلوم باشد آن چگونه بیماری است. اگر باور نکنید مرحمت سنجید تا آگاه گردید. خطابم به امام علی رحمانوف که پسر خواندت را سنج قبل از اینکه به وظایف بالای او را تعیین می نمایید. بعضی از مستندات در مورد بیماریش در اداره پایگاه اصلاح موجود است. اگر خواهش داشته باشد آن را رسانه‌ای می‌کنیم. شاهرخ سیدزاده سردار شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه در نظر است که تعیین خواهد شود. او در این مقام نظرزاده شریف رحمان گنرال لیتنانتی میلیتسیا را عوض خواهد کرد. احتمال می رود که نظرزاده شریف به ولایت مختار کوهستانی بدخشان پیرواد شود و از آنجا بازنشسته خواهد شد. اکنون خبرهای رسیده از منبع دیگر در مورد دیگر نظرزاده و این نظرزاده گنرال مایور قدرت نظرزاده می باشد و این نظرزاده قدرت دو داشته است که سردار اوباپی وزارت کارهای داخلی بشود. گفته است که پول را جقیدگیم
اپم عروسی جنابای در کار شود جای رمضان رحیمزاده را میگیرم. رمضان رحیمزاده در پیش من هیچ کسی نیست. باید کمی شخصیت نظرزاده قدرت را معرفی نمایم. او جنرال مایور نظرزاده قدرت، سابق رئیس شعبه کارهای وزارت داخلی فیض‌آباد، سپس وحدت، سپس شاه منصور یک، پس از آن هفتم شعبه وزارت کارهای داخلی، پس از آن سرداری شعبه کارهای وزارت داخلی سوخت و اخیراً نماینده وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در دولتی قزاقستان بود. حالا بیکار بوده طلبگاری وظیفه شادی حفیظ دامادی رمضان رحیمزاده است. در هر کجا کار کرده است از ظلم او همه به داد آمده اند و خیلی شخصیت منفور و دین ستیز و اسلام بدبین است. در دست اصلاح جنایت های مخصوصاً کلان او از جمله تجاوز به ناموس و نابالغ در فیض‌آباد و وحدت وجود دارد. برای کم آگاهی چونین خاطر نشان برایش می نماییم که شهنازه دختری سفری چایخانچی در فیض‌آباد را محض انا همین نظرزاده قدرت تجاوز نموده است و معلومات دیگری از وحدت و جنایت های دیگری این گنرال تجاوزگر و خشین در دست اصلاح وجود دارد. اگر خواهشمند باشند می توانیم آنها را نیز تقدیم مردمی کشور نماییم. در مورد شاهرخ سعیدزاده منابع آگاه دیگر بر این نظر نیستند و میگویند به کمیته دولتی امنیت ملی باید گذرد و پس از نشان دادن خود باید بالا با بالا رفتن گیرد. در این نهاد زیرا رستم این را میخواسته است و شاهرخ فعلا پلکونیک است، چنانه که میدانید رتبه را تازه گرفته است و باید تا گنرال مایور شدن کارهای خوب انجام دهد تا اینکه به مقاماتی بالاتری برسد. بلاشا گردم و یا ناوست دارن خیلی بعد فکر کردم که ترسیدن در کار نبوده، ورود گازنان کردم ممکن خیلی نه که به هر حال ابلا هزار تا دیستانسیا گرفته گشتن در کار خیلی. حفیظ شادی سردار اوباب و اکادمیای ملیسا می رود. وی داماد وزیر وزارت کارهای داخله رمضان رحیمزاده است. منابع دیگر به این نظرند که حفیظ شادی سردار اوباب و اکادمیای ملیسا می رود. وی داماد وزیر داخله است رمضان رحیمزاده. منابع دیگر به این نظرند که حفیظ شادی حالا جوان است و به اکادمی شخصانی از ختلان و کرسی علم شاهزاده عبدالرحمن بنشیند. دولتزاده نورزاد شریف بیکوف سردار شعبه کفتکاب جنایی سینا یکی دوشنبه و جای شاهرخ سعید یعنی سردار ریاست کفتکاب جنایتی وزارت کارهای داخلی تلاش کرده ایستاده است. وی گفته است که $200,000 دادم، رستم خسرو بچه اکم ظریف بیک شوهری تحمین است، کاری من بود شدگی. خوب دیگر، اما باور کنید بینندگان گرامی این نورزاد نامش را نوشته نمیتواند. یک کاندید دیگری را به جای شاهرخ گفتند که باید تعیین شود. باز هم منتظر میمونیم چی فرمان صادر میگردد از پیشوا و تخمینه چی کار میکند را هم نباید فراموش کرد. علیشیر حصاری باشد سردار ریاست تفتیشات وزارت کارهای داخلی او را چند بار به عروسها قپیدند، از مقامات آزاد کردند. شاگرد خود رمضان رحیمزاده است. یک کروپسیونر اشدی می باشد. کامل جیانی وزیر کارهای داخلی در شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا معاون بود. از آنجا گرفتند 5 روز پیش پیشوا وزیر را نکویار فریاد و تهدید می کند که از وظیفه تمام اولادت را سبک دوش کن که وضعت را بد می کنم. وزیر خوب میگوید اما در چشم پیشوا خاک زده از وظیفه سبک دوش نیو و دیگر ناحیه ها روان کرده است که گپ کمتر شود. در مورد جیانش کامل یک ورسیه هست که در دست اصلاح اما تصدیق نشده است. آن را فعلا برایتان نمیگویم. در مورد جیانی در خوجند بودهش رکت دیگر هم معلومات رسیده، باز هم تصدیق نشده. میگذاریم این هر دو جیان های رمضان رحیمزاده را و مطلبی جداگانه. جمشید نظریف پسر جلابک نظری از معاونیت بیورو اینترپول جمهوری با کرسی رئیسی آن تعیین شود.
فعلا ریاست این بیورو را گنرال مایور میلیتسیا عزیزوف عبدالغفار خیوموویچ به عهده دارد. سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی حالا ناعلاج مانده است. از ترس شاهرخ سعید نمیداند که چی کار کند. گفته است که ما میدانیم گپ و نوشته های مخالفین در نسبت تو دروغ و تهمت است. به گپ مخالفین اهمیت نده. چند روز پیش رستم با یتیموف گفته است که در دهنت میپرانم اگر نسبت شاهرخ یگان چی یعنی دستیه باشد، یعنی گویا در دستی من محمد اقبال. ولی من با صراحت میگویم که در دستی اصلاح نوار وجود دارد، نه اینکه یک نوار، چندین نوار وجود دارد. می توانید آرام کارتون رو رستم جان ادامه دهید. رستم به خاطر شاهرخ در کار شود، باور کنید بینندگان گرامی، اپه های خودش را میپراند. در دست اصلاح چندین دلایل برای این گفته وجود دارد. دوزه رستم هر روز 3 تبلت است. اگر نزند دست و پایش میلرزد و زیر چشمهایش کبود می شود. در پشت چایخانه راحت آفیس دارد. یک قصری با حشمت 4 آشیانه. در تهخانه آن 4 تا حمام ترکی و ساونه روسی، بسین، بر. در آشیانه سوم آن میدان فوتبال، تلویزیون بزرگ دیواری، کانتن استرایک میزند و تبلت که. اینجا دخترها را آورده، خوب دیگر با آنها دختریشان را گرفته و تجاوز میکنند. نعوذ بالله. در پهلوی خانه شعبه 7 امنیت قرار دارد. این کوچه یک طرف است. در آن کوچه حرکت ماشین ها منع می باشد. این عمارت از 13 خانه عبارت است. هر یک خانه اش به طرز گوناگونی اروپایی و نیز به اصطلاح ملی کرپه و کرپاچه و گلدوزی های چکن پر است. یک گنرال امنیت بیگ نظرزاده پسری سی امیر فیض‌آبادی که شخص سرسپرده بر رستم می باشد، در کلاب در وقت بازی فوتبال جنگ شد. او با ماشین نکس رستم را گریزانیده و دوشنبه آورده بود. او سردار کمیته دولتی امنیت ملی در بدخشان بود. در خانه‌اش گرنت پرتافته بودند نکفید، اما همسرش از ترس پس از چند وقت درگذشت. طبق معلومات‌های رسیده از وزارت کارهای داخله و کمیته دولتی امنیت ملی، بینندگان گرامی، امسال سالی سنگین برای مقامات این دو نهاد بوده است. خیلی از افراد به نفقه فرستاده می شوند، از جمله 3 گنرال و 50 نفر از دارندگان رتبه های گوناگون در این مقامات. این چون همیشه جای عوض کنی کادرها از یک منطقه به منطقه دیگر نیز در نظر است، اما بیشتر به کادرهای خودی امسال رحمانوف اهمیت جدی میداده بوده است. خوب بینندگان گرامی، میدانیم از یتیموف خسته شدید، ولی اگر نگوییم امکان ندارد، چون که او اس یتیموف است. باز هم در مورد اس یتیموف و حالت ناگواری او برایتان میگویم. طبق بعضی از معلومات ها او باید به جای یتیموف سیمومین آید، کی؟ یعنی انا همین شخصی که رستم را از کلاب گریزانیده به دوشنبه آورده است. بیگ نظرزاده. اس یتیموف با هر نیرنگ و بازی میخواهد در نزد جنابش خود را سفید کند، اما همه دستیه اس یتیموف در دست بیگ نظرزاده بر وقت رسیده و بر رستم آنها را سپریده است. رستم میخواهد بیگ نظرزاده را سردار کنترازیدکای امنیت ماند که تمام دستیه جمع آورده اس یتیموف نسبت عائله رحمانوف را نیست و نابود کند که فردا درد سر این عائله می شود. آن نتیجه زحمت‌های شبانه روزی و جانفدایی اساسگذار صلح و وحدت پیشوای معظم ملت می باشد. این شخصیت در تاریخ ملت تاجیک به سابقه محض توسط مهنت، زحمت، جانفدایی ها، از خود گذشتن ها، قهرمانی ها و ملت صلح آورد. کشوری در آتش سوزان خاکستر شده و ناامید گشته را از ناامیدی ها رهانید، رشد آن را تأمین کرد و این مملکت سرسبزی بخشید. هموطنان عزیز، اما تمام دستیه عائله در مسکو در دست نیکلای پاتروشف، سابق رئیس FSB و فعلا کاتب شورای امنیت روسیه سپاریده شده است. اس یتیموف تمام دستیه را بر وقت به مسکو سپارید و همه جنایت های صادر نموده رحمانوف در دست پاتروشف موجود است. با دست گنرال نظراللهیف
سردار سابق تفتیشاتی امنیت که حالا در محبس می باشد، این هم در حالی است که اس یتیموف او را در خیانت به وطن متهم و زندانی کرده است. ولی آنچه که با نظراللایف، یکی از چکیستانی با سابقه، یتیموف انجام داد، یک نوع متد کاری او می باشد. برای مثال وقتی که اس یتیموف در بلژیک سفیر بود، در حق کارمندان سفارت تاجیکستان بیدادی بسیار میکرد و دائما با الفاظ قبیح آنها را تحقیر میکرده است. رژیم جاری کرده بود که گویا این سفارت نیو زندان باشد. کارمندان به غیر از یک بار مغازه رفتن برای چند ساعت در روزهای استراحت حق برآمدن از خانه هایشان را نداشتند. چشم و گوش اس یتیموف راننده کلته ارگوتیش بود که همه چیز را درباره کارمندان به خواجه اش گزارش می‌کرد. یکی از رفتارهای شوم یتیموف مداخله به صرف ماهانه کارمندان بود. او نه تنها معاش کارمندان را طوری به آنها میداد که آنها تحقیر شوند، بلکه آنها مجبور بودند که چی طور صرف کردن معاش خود را آخر هر ماه به اس یتیموف با نشان دادن چک های مغازه اثبات کنند. بینندگان گرامی، باور کنید در ادامه این منبع نوشته است که واقعا اینجا کار به حالتهای شرم‌آوری میرسید در سفارت وقتی که یتیموف آنجا بود، خصوصا وقتی که در بین نامگوی خریدها در چک اس یتیموف چیزهای زنانه را از قبیل تمپون و دیگر چیزها میدیده است و در اول نمیفهمیده است که اینها چی هستند، که این چی است که کارمندش خریده است. بنابراین این کارمند را استنتاق میکرده است که این چیز چی است که اینقدر بسیار خریده ای. البته در این حالت کارمندان با خجالت به جناب سفیر آینده اکادمیک میفهماندند که تمپون این یک چیزی است که زنان برای گذاشتن در بدنشان استفاده میکنند. باور کنید این آن معلوماتی است که از سفارت بلژیک برای ما رسیده بود. اس یتیموف دائما به کارمندان میگفتی در سفارت حاکم مطلق او است و یگان وزیر و یا کبیر این وضع را دیگر کرده نمیتواند. ولی همان وقت داماد پرزیدنت اشرف گولوف و همسرش پروینه رحمانووا به وظیفه دیپلماتی به سفارت تعیین می شود و به بلژیک می آیند. اس یتیموف فکر کرد که قاعده های جاری کرده خود را به اشرف گولوف هم بار کرده می تواند، ولی داماد پرزیدنت از همان روز اول با یتیموف گفت که این قاعده ها با او دخل ندارد و او خودش رژه کاری خود را در سفارت معین می کند و کی خواهد می آید و کی خواهد می رود. همان زمان اس یتیموف برای خود سفید کنی در نزد کارمندان دیگری سفارت می گوید که بالای هر زور یک زور دیگر است و با همین خود را تسکین می دهد. بله بینندگان گرامی، مطلب ما در این مسئله ادامه دارد. به اطلاع تمام بینندگان اصلاح میرسانیم که این معلومات از دالانهای وزارت کارهای داخلی و تلاشها برای تصاحب و یا تعیین گشتن این و آن منصبدار به این مقامها مشاهده شده است. افراد نامهایشان ذکر شده در مطلب این سخنها را در دالانهای وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی و این چنین از سفارتی دولتی بلژیک گفته‌اند و منابع اصلاح از آنها آگاه شده و ما رسانیده‌اند. اما این که پس از نشر مطلب یا این برنامه‌ای که فعلا شما تماشا دارید تعیینات دیگر صورت میگیرد و یا این افراد به آن مقام‌های زیر چشم گرفته اشون تعیین میگردند و یا نه، آنش بیننده گرامی بر میگردد به پیشوای ملت و یا پیشوای عائله. ما بینندگان گرامی با شما منتظر روز تعیینات کورپسیونی پیشوای رژیم خواهیم بود. با سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شرف چهره‌های نوام دختره که خوشویه اینجا برو پیش یا پتا بیست هر دو اینا را من از شهر راغون آوردم. بله بینندگان گرامی، این بود تحلیل امروزه ما قبل از تعیین افراد به مقام و وظیفه هایی که خودشان فکر دارند. من نمیکنم، من او دستوری ندارم که در لوبا جا مگذره تکش تا غمنت نبروی خونتون گیا را دیدی داشته دیده یعنی باشنم
رحمت خیلی احتیاط میکنیم و کمتر نوشیدگیم ده بسیار نه همیت 12 بکال. بینندگان گرامی به شبکه اصلاح abone شوید و لایک ها را در برنامه های ما گذارید تا دیگران نیز از برنامه های ما استفاده برند و آگاهی های خود را در مورد وضعیت تاجیکستان بیشتر نمایند. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.